روزی بود و روزگاری بود. در زمان قدیم که تاجرها خودشان برای خرید جنس به شهرها و کشورها مسافرت می‌کردند، یک بازرگان کم سرمایه می‌خواست به سفری برود و می‌خواست برای احتیاط مقداری از سرمایه‌اش را در وطن خود باقی بگذارد که اگر مثلا در بیابان مالش را دزد برد، وقتی به شهر خود برمیگردد بیمایه نباشد. چون نمیدانست سفرش چقدر طول میکشد و فکر میکرد که امانت گذاشتن پول نقد هم کار خوبی نیست، این بود که 100 من آهن خرید و آن را در خانه دوست خود امانت گذاشت تا اینکه از سفر برگردد و پس بگیرد. با خودش میگفت آهن از همه چیز بهتر است و چون وزنش زیاد و قیمتش کم است کسی آن را نمیدزدد. نه مثل پارچه آتش میگیرد، نه مثل جنس خوراکی فاسد میشود، شکستنی هم نیست، کهنه شدنی هم نیست. و چون از امانت و دیانت دوست خودش هم مطمئن بود، خیالش از همه جهت راحت بود. آهنها را در خانه دوست خودش امانت گذاشت و خداحافظی کرد و رفت. مسافرتش 1 سال طول کشید و وقتی برگشت جنسهای دیگری که آورده بود مشتری نداشت. چون قیمت آهن خیلی ترقی کرده بود، فکر کرد که اول آهنهایی را که در خانه دوستش امانت گذاشته است بفروشد تا بعد جنسهای دیگر مشتری پیدا کند. پس برای باز گرفتن آهنهای امانتی رفت به در خانه رفیقش. اما آن دوست قدیمی هم به فکر خیانت افتاده بود و آهنها را برده بود و در جای دیگر پنهان کرده بود و می‌خواست از پس دادن آن خودداری کند. این بود که وقتی بازرگان بعد از سلام علیک و احوال پرسی گفت آمدم آهنها را ببرم، دوست قدیم اول خیلی به او تعارف کرد و خوش آمد گفت و بعد او را به داخل خانه برد و گفت دوست عزیز، از این پیش آمد خیلی متاسفم، ولی حقیقت این است که آهنهای امانت تو را در گوشه انبار گذاشته بودم و در آن را قفل کرده بودم و از محفوظ بودن آن هم اطمینان داشتم تا اینکه یک روز برای کار دیگری به انبار رفتم و خبردار شدم که موشی در آنجا بوده و چون مدتی در انبار بسته بوده، موش فرصت را غنیمت دانسته و تمام آنها را خورده است. البته خیلی از این بابت متاسف شدم، اما چاره‌ای نمیتوانستم بکنم. این است که خیلی از شما شرمنده‌ام که این خبر را به شما میدهم. مرد بازرگان که فهمید رفیقش میخواهد با این حرفا سرش را کلاه بگذارد، فکر کرد که با آدم به این پررویی و بدجنسی حرف حسابی زدن فایده ندارد و باید با حیله‌ای از او اقرار گرفت. این بود که سعی کرد از این حرف عجیب عصبانی نشود و خودش را خونسرد و آرام نگاه داشت و جواب داد بله، حق با شماست. من هم شنیدم که موش آهن را بسیار دوست می دارد و هر جا که این لقمه چرب و نرم را پیدا کند می خورد. و البته شما هیچ تقصیری ندارید. تقصیر از من است که فکر موش را نکرده بودم. رفیق خائن از شنیدن این جواب خوشحال شد و با خود گفت حالا که این احمق قصه موش را باور کرد، بهتر است او را دعوت کنم و یک شام مفصل هم به او بدهم تا کاملا دوستی خود را به او ثابت کرده باشم و اگر در دلش شک و تردیدی پیدا شده رفع شود. پس او را با اصرار زیاد به شام دعوت کرد و گفت مدت هاست یکدیگر را ندیده ایم. خواهش میکنم امشب تشریف بیاورید شامی با هم صرف کنیم. بازرگان گفت از لطف شما متشکرم، چون امشب کار مهمی دارم، فردا ظهر برای نهار خدمت میرسم. و با مهربانی با او دست داد و خداحافظی کرد و رفت. ولی وقتی از خانه بیرون آمد، بچه کوچک صاحب خانه را که دم در خانه بازی می کرد بغل کرد و او را به خانه خود برد و به زنش سفارش کرد که تا فردا شب این بچه را با کمال مهربانی نگاهداری کند. آن وقت فردا نزدیک ظهر خودش برای صرف نهار در خانه دوستش حاضر شد. صاحب خانه که از گم شدن بچه‌اش خیلی پریشان و ناراحت بود، از بازرگان عذرخواهی کرد و گفت ای مهمان عزیز، امروز مرا معذور بدارید، چون از دیروز بچه کوچکم گم شده و از دیشب تا حالا در تمام شهر جستجو کرده ایم و هیچ کس خبری از او نداده. بسیار ناراحت و پریشانم و هیچ حواس پذیرایی از شما را ندارم. بازرگان گفت آیا بچه شما پسر نبود؟ صاحب خانه گفت چرا؟ پیراهن راه و جلیقه مشکی تنش نبود؟ کلاه بافتنی نداشت؟ چرا؟ شلوار سفید و کفش مشکی نداشت؟
صاحب خانه با اضطراب تمام گفت چرا خودش است؟ کجا او را دیدی؟ بازرگان گفت دیروز که من از خانه شما بیرون رفتم، وقتی سر کوچه رسیدم دیدم یک کلاغ سیاه یک بچه را با همین نشانی ها که گفتم به نیشش گرفته بود و پرواز می کرد و می رفت. لابد همین بچه شما بوده که کلاغ او را برده. صاحب خانه فریاد زد که ای دیوانه احمق حالو، حرف محال چرا میزنی و دروغ به این بزرگی چرا میگویی؟ کلاغی که تمام وزن خودش نیم من نیست چطور میتواند بچه ای را که وزنش 10 من است بلند کند و روی هوا ببرد؟ این چه حرف چرندی است که میزنی؟ بازرگان جواب داد ولی به نظر من هیچ تعجبی ندارد. در شهری که موشش بتواند 100 من آهن بخورد، کلاغش هم میتواند بچه ای را ببرد و هیچ عجبی هم نیست. صاحب خانه از شنیدن این حرف شستش خبردار شد که اوضاع از چه قرار است و کار خود بازرگان است و دانست که جواب دندان شکنی برای دروغ‌های خودش است. این بود که دست از بدجنسی برداشت و گفت فهمیدم ای برادر، آهنت را موش نخورده، بچه‌ام را بیاور و آهنت را ببر. مهمان جواب داد من هم درست فهمیدم ای برادر، کلاغ بچه‌ات را نبرده، آهنم را بده و بچه‌ات را بستان و این را هم بدان که دروغ تو از من زشت‌تر بود، زیرا تو می‌خواستی خیانت کنی و حق مرا بخوری، اما من با این کار بدی که کردم یک شبانه روز شما را ناراحت کردم، چون تنها می‌خواستم حق خودم را پس بگیرم. مرد طماع نیز آهنها را به بازرگان برگرداند و قول داد که دیگر در امانت خیانت نکند. دوستان عزیز، اگر به شنیدن داستان‌های ارزشمند فارسی علاقه‌مندید، با افتخار ازتون دعوت میکنم که کانال رو سابسکرایب کنید و عضو ارزشمندی از کانال داستانگویا باشید. و اگر به شنیدن این جنس داستان‌های فارسی قدیمی علاقه‌مندید، پلیلیست داستان‌های فارسی مخصوص شماست.